من یک سلام دیگه میکنم خدمت تمام دوستان و عزیزانی که همین الان به برنامه ملحق شدن. ما داشتیم اینترنت و صدا و تصویر رو تست می‌کردیم. خیلی خوش آمدید به برنامه موج لاجوردی، برنامه‌ای از هواداران داماش برای هواداران داماش. تو این برنامه من زیاد قرار نیست که صحبت کنم، شما خودتون میاین روی خط برنامه و در کنار هم قراره که در مورد موضوعات مختلف صحبت کنیم. موضوع این هفته همونطوری که حتما روی کاور برنامه دیدید در خصوص اینه که تا این لحظه چقدر از عملکرد باشگاه داماش در پیش‌فصل راضی هستید. میتونید بیاین صحبت کنید، بگید در خصوص انتخاب سرمربی، کادر فنی، جذب بازیکن‌ها، نمیدونم تمرین پیش‌فصل و هر موضوع دیگه‌ای. آیا از عملکرد باشگاه راضی هستید یا نه و هر نقطه نظری که دارید رو میتونید در خصوص این برنامه، در خصوص این موضوع مطرح بکنید. دوستان عزیزی هم امشب در کنار ما به صورت صوتی خواهند بود. یکی یکی حتما به محض اینکه باهاشون صحبت کنیم باهاشون آشنا خواهید شد. اولین دوستمون که حالا مارتیا کارگره، باش قرار تماس بگیریم میاد روی خط، ولی قبل از اینکه حالا این دوست عزیزمون رو روی خط بیارید من یه خورده در خصوص وضعیت تیم خدمتتون صحبت کنم که یک ذهنیتی حالا وجود داشته باشه. ببینید لیگ ما 22 اردیبهشت تموم شد. 22 اردیبهشت آخرین بازی ما بود و تا امروز که آخرین روز ماه تیر هست، تا این لحظه ما از اون روزی که بازیمون تموم شد، بازی آخرمون در مقابل شهرداری نوشهر، چیز در خصوص در حدود 70 خورده روز گذشته. آقای یوسف نژاد عزیز مالک تیم روز شنبه 17 خرداد توی مصاحبه‌ای که با صفحه باشگاه داماش داشتن گفتن که تا پایان هفته کادر معرفی میشه و حدودی 10 تیر تمرینات استارت میخوره. این صحبت کی شد؟ 17 خرداد این صحبت مطرح شد. یعنی انتظاری که میرفت این بود که مثلا نهایتا توی 10 روز، یعنی 27 خرداد نهایتا تمرینات شروع بشه، نه اینکه حالا تازه کادر فنی بخواد معرفی بشه، بازیکن‌ها جذب بشه. صحبت شده بود که تا 27 خرداد قراره که تمرینات استارت بکنن. حالا قبل از اینکه به اون تاریخ 27 خرداد برسیم، 23 خرداد عملاً جنگ شروع شد. 12 روز کشور درگیر موضوعات مختلف بود که تا 3 تیر هم این ماجرا ادامه پیدا کرد و دیگه بعد از 3 تیر عملاً میشه گفتش که این موضوع جنگ به پایان رسید. اما این ماجرا گذشت و آقای یوسف نژاد تا 21 تیر دوباره اومدن توی صفحه باشگاه مصاحبه کردن، گفتن که به خاطر شرایط مملکت، خب البته حالا به نوعی میشه گفت طبیعی هم بود، ما یه خورده شروع تمرینات و جذب کادر فنی و بازیکن‌ها رو عقب انداختیم که تا 72 ساعت آینده، یعنی روز 21 تیر تا 72 ساعت بعد، یعنی 3 روز بعدش تمرینات شروع میشه. که این ماجرا گذشت. بعد از 3 روز تمرین ها شروع نشد تا 28 تیر که آقای علی نظر محمدی به عنوان سرمربی تیم انتخاب شدن و اعلام شد که میاد یزدانی هم سفید امضا کرده. حالا چیزی که باشگاه اعلام کرد، به غیر از اون دیگه هیچ خبری نیامد و هنوز که هنوزه تمرین ها شروع نشدن. یعنی چیزی که 17 خرداد اعلام شده بود که تو این هفته نهایتا تا 10 روز تمرینات شروع میشه که میشد 27 خرداد، الان امروز که در شروع مرداد عملا هستیم، هنوز که هنوز تمرین های باشگاه شروع نشده. بازیکنایی مثل زاهد تبار و لطف خدام که حالا رفتن شهرداری نوشهر و فرد البرز و بازیکنای زیادی هم جذب نکردیم. یکی دو تا از بازیکنای جوونمون هم که حالا گفتن که پیشنهادات لیگ برتری داشتن. در این خصوص، حالا در خصوص توضیحاتی که دادم، من دیگه بیش از این قضاوت نمی‌کنم، بیش از این توضیح نمیدم. سعی می‌کنم بچه‌ها رو روی خط بیاریم که نقطه نظرات بچه‌ها رو هم بشنویم. من در وهله اول با مارتیا کارگر تماس میگیرم که صداش رو بشنویم، اینجا با ما باشه، نقطه نظراتش رو بگه و بریم سراغ بقیه دوستان.
دوستانی که فقط حالا تا مارتیا بخواد جواب بده، دوستانی که روی خط میاین حتما توجه داشته باشید که صدای من رو از پشت تلفناتون بشنوید، اینطوری نباشه که از توی یوتیوب بشنوید. سلام میکنم مارتیا جان. خوب هستید؟ دست شما باشه، خدمت تمام مخاطبینتون، امیدوارم حالتون خوب باشه. ممنونم مارتیا جان. موضوع برنامه ما رو میدونی؟ آره، درباره وضعیت داماش داخل این چند هفته اخیر و چه خریدایی و داخل باشگاه چی هست؟ خب مارتیا جان از کجا تماس رشت هستی؟ چی؟ رشت هستی شما؟ من به برنامه یوتیوب فیزیکی‌ام بالا نتونستم وصل بشم. نه متوجهم، میگم رشت، از رشت بات داریم صحبت میکنیم. آره خب رشت. مارتیا رو داریم از رشت. مارتیا نظرت رو بگو در مورد عملکرد باشگاه داماش تا این لحظه، اینکه به نظرت این انتخاب کادر فنی انتخاب درستی بوده یا نه، و اینکه چه انتظاراتی از باشگاه داری در ادامه برای آماده سازی برای شروع پرقدرت در لیگ یک. نظرت رو بگو، نظرت رو میشنویم. انتخاب کادر فنی که مسلماً دیگه دوباره به بومیا رو بیاریم، چون الان اگه دوباره بخوایم غیر بومی بیاریم و بعد جا میدن دوباره باید بیان طرف همین بومیا و همین بومیا بخوایم که بیان تیمو جمع کنن. دیگه حالا همه تیم‌ها کاراشون انجام دادن، بعد ما سابقه 90 شروع کردیم و بعدم علی آدمش کردیم که قبول کرد و اومد. از باشگاه انتظار داریم که حداقل یه تیمی ببنده که حداقل ما بمونیم. ما فعلا نمیدونیم، هر مالکی اومد گفت من قول میدم که صعود بکنی و این همه قول نه هیچ کدومشون عمل نمیکنه. اگه تیمی که میخواد صعود بکنه مثل نساجی میاد از چند هفته قبل تیمشون میبند و بازی دوستانه‌شون میاد. ما کلا فکر کنم یه دونه بازیکن تندیدی داشتیم که میاد یزدانی بوده، بازیکن دیگه ای نداشتیم، خروجی هم داشتیم. خب حالا اینکه میگی که تیم رو قراره که با بومیا ببندیم، به نظرت بسته شدن تیم با بومیا اصلا یه چیز خوبه یا یه چیز بده؟ اصلا کلا نظرت چیه؟ یعنی با این وضعیتی که الان داریم پیش میریم فکر میکنی که ما از آقای نظر محمدی داریم مسلمه میاد با بومی میبنده تیمو، چون هر باره اومده نیم ساعت دو تا نیم ساعت اومده سعی کرده بازیکن‌های بومی خودش با اعتبار خودش بیاره تیمو ببنده. من احساس میکنم بومیا غیرت بیشتری میدارن. ما نیم فصل اول هم پارسال دوره های درخشان بازیکن‌های تاپی داشتیم واقعا، های شریفی و بایرامی و دیگه ابراهیمی و اینا هیچ کدوم غیرت نداشتن واقعا نیم فصل اول. من احساس میکنم بومی فکر میکنه تیم شهرشه، تیم محلشه، 100% غیرت و توان بازی میکنه. پس تو با بازیکن‌های بومی بیشتر موافق هستی و فکر میکنی که در شرایط فعلی ما باید بازیکن‌های بومی داشته باشیم؟ و در مورد کادر فنی نظرت چیه؟ در مورد کادر فنی کادر فنی هم خوبه، قطعا انشالله علی های نظر محمدی رفته به رفته تیمش بهتر میشه، چون علی ها امسال از اول فصل کمول مسلم برنامه داره. باید بهش اعتماد کنیم دیگه، چطور میتونیم به غیر بومی اعتماد کنیم؟ باید به بومی خودمون هم اعتماد کنیم. و فکر میکنی که در پایان این فصل حالا با روالی که در پیش گرفته شده رتبه داماش چی قراره باشه؟ من احساس میکنم بین تا 10 تا فکر کنم بتونیم باشیم. بسیار عالی، ممنونیم از مارتیا کارگر. اگه صحبت دیگه ای داری که میشنویم، در غیر این صورت بریم سراغ یکی دیگه از دوستامون. دم شما گرم که ما لایق دونستیم و ما رو دعوت کردیم. انشاءالله بازم چیزی بود ما در خدمت هستیم. ممنونم ازت که ممنون بابت برنامه خوبی که امسال ساختی و انشاءالله همین برنامه ادامه دار باشه و مشارکت هوادارا بیشتر باشه. دست درد نکنه. بسیار عالی. من تا بقیه دوستان تماس بگیرم، دوستان توی یوتیوب نوشتن که صدا ضعیفه. سعی میکنیم که یک برنامه‌ریزی بکنیم از هفته آینده، از برنامه بعد، که ببینیم صدا رو مستقیم میتونیم به لپتاپ بدیم یا نه، که کیفیت صدا بالاتر بره یا نه. متاسفانه دیگه خلاصه ما استودیوی حرفه‌ای که نیستیم، میدونم ضعیفه، سعی میکنیم که مشکل رو حل کنیم. تو این برنامه من فکر نمی‌کنم که کار زیادی از دستمون بر بیاد، مگر اینکه صدای مخاطبامون قوی تر باشه. ببینیم که میتونیم با ماهان ابراهیمی، ادمین خوب پیج اینستاگرامی داماش اف سی، ارتباطمون رو برقرار کنیم یا نه. از قبل باش هماهنگ شده، ولی یه خورده مشغله های شخصی خودش رو هم داشت. سلام میکنم ماهان جان، روی خط برنامه هستی؟
هوادارهای داماش دارن صداش رو میشنون. اگر بلندتر صحبت کنی ممنون میشم. ما اینجا نمیدونم برنامه رو تا اینجا دیدی یا نه، داشتیم در خصوص این صحبت می‌کردیم که تا این لحظه چقدر از عملکرد باشگاه در پیش‌فصل راضی هستید. حالا میتونه در خصوص جذب بازیکن‌ها باشه، میتونه در خصوص جذب کادر فنی باشه، انتخاب کادر فنی باشه، حالا زمان تمرینات باشه. کلا نظرت رو اگر در خصوص وضعیت تیم تا این لحظه بگی ممنون میشیم. آقا یکی سلام از خوبه. یه ذره اگه بلندتر بعد بگی ممنون میشم. صدات هست؟ بله بله. اگر راه داره صدات بیشتر بشه ممنون میشم. نمیدونم صدات هست، چیزه صدات ضعیفه. آره میگم ولی اینکه من وقتی که بس بشم بودی و یک ساعت دارم تلاش میکنم که بس بشم و یه میگه تو ربات درخواستی که داشت رو انجام بدم ولی باز بهت میگم که من ربات رو نمیتونم بس. ای بابا. آره نشد که بخوام بیام توی لایو بعد بازم سعی کنم که بتونم شرکت کنم. دستت روی میکروفون نیست یا نه؟ دستت روی میکروفون گوشیت نیست؟ خب میشنویم صداتو. الان خیلی خوب شد. یه لحظه الان گفتی خیلی خوب بود. راجع به وضعیت تیم اینو بهت بگم که آقا حتما شرایط همینه. اگر این شرایط میخواد یه خورده فرق کنه و یه خورده بهتر باشه آدم باید تعجب میکنه. تیممون نزدیک به بازی هست. خرید تمرین میکنه و این همیشه موضعی بوده که حالا مثلا مخصوصا بازی آخر خیلی ماهان جان، حالا من وسط حرفت عذرخواهی میکنم. یه لحظه گفت بودی آهان، اون لحظه صدات خیلی خوب بود، نمیدونم چیکار کرده بودی. حالا اگه شد حالا همین الان مثلا خیلی خوبه. الان اگه شده تو خیلی خوب گفتی. بله دقیقاً موزلی که ما خودمونم داریم، داشتیم راجع به صحبت میکردیم. خب بگو صدات به هر حال میشنویم، شنیده میشه. آره شنیده میشه. آره خواهش میکنم بگو. حالا شرایط تیم که قرار تمرینش شروع بشه ولی حالا باز هم تعویقه داره اون رو اذیت میکنه. یعنی آقای حسن مصطفی پروسه ها داشتن که قرار بود مالی که باشه اونا رو انجام بده، بخواد بیاد و شرایط مهیا کنه و باز اون شرایط مهیا نشده. همه حرفایی که مثلا من نمیدونم مالکایی که میان سمت داماش چرا یک همیشه یک چیزای عجیب غریب میگن اول فصل. یعنی همیشه از ورزشگاه اختصاصی نمیدونم سال‌هزار مثلا و نمیدونم لیگ آسیا و از این حرفا میزنن و آخر سر ما باید واسه بقا بجنگیم. خب نشد اون استرس واسه اون کم بشه و مخصوصا لیگ‌های پایین‌تر الان استرس صعود بوده. الان که لیگ یک اومدیم تیم‌ها همه غمگین هستن، ما فقط باید بجنگیم که جزو نفر تیم‌های آخر نباشیم و همیشه هوادار خیلی از چرا باید استرس واسه ما باشه. الان تا الان شرایط از نظر من هم عادیه هم اصلا عادی. چطوری هم عادی هم خوب نیست؟ یه باز میکنی قضیه رو. آره بگاش عادی به خاطر اینکه حرفا واقعا خوب نیست. اونم به خاطر اینکه حرفا اینجوریه. یعنی هم یه جورایی ما عادت کردیم نسبت به این قضیه که آقا تیم بسته میشه با کمترین بودجه بسته میشه و اینکه امسال شانس هرگاه همراهی میکنه یا نمیکنه. یعنی شما ما 2 سال فکر کنم که هوادار و شانس به هیچ عنوان بازیکن رو شاید چند تا بازیکن بودن که واقعا از وجود مایه گذاشتن. مثلا حالا میشه گفت بیای خودمون بیشتر بودن جوونا بودن که اومدن صد خودشون رو گذاشتن ولی بیشتر یعنی 90% کار هوادار کرده و شانس بوده که ما تونستیم توی لیگ یک بمونیم. ولی امسال اگر از شانس خبری نباشه پس تو فکر میکنی که ما در 2 سال گذشته یکی از پارامترهایی که تونستیم بمونیم یکیشون شانس بوده. اتفاقات عجیب غریب ما رو نگه داشتش و امسال مثلا آیا شانس هست که اگه نباشه و الان تنها شروع نشده مال چقدر کنن قطعا هزینه بسیار پایین میکنه چون که کسی که بخواد تیمداری درست انجام بده از یک ماه پیش باید مثل نساجی میرفت اونجا رو شروع میکرد بازیکنهای مورد نظر سرمربی رو جذب میکرد و این کار انجام نشده تا الان و الان قراره باز هم
قرار بود که آخر خرداد تمرینامون شروع بشه، الان تیر هم تموم شده در واقع. خب ماهان حالا تو این وضعیت فکر می‌کنی که حالا چون زمانم زیاد نداریم، صدات هم زیاد خوب نیست، در نهایت فکر می‌کنی که یعنی احتمال سقوط رو بیشتر می‌بینی با این شرایط؟ خب چون حالا صدات خورده ضعیف بود، من یه خلاصه از صحبتات بگم. ماهان معتقد بود که ما در 2 فصل گذشته یکی از پارامترهای خیلی مهمی که باعث شد بمونیم شانس بوده. ماهان فکر میکنه که اگر با همین شرایطی که تا الان داشتیم بخوایم ادامه بدیم، یکی از کاندیدای اصلی سقوط هستیم. درسته؟ مرسی ازت، ممنونم که در این برنامه شرکت کردی. لطف داری، ازت خداحافظی میکنم. ماهان رو با خودمون داشتیم. یه دوست عزیزی رو داریم از، اگر اشتباه نکنم، بیرمنگام انگلیستان. حالا جای دقیقش رو خودش میتونه بگه، مجبوریم با واتساپ بیاریمش بالا و امیدوارم که حالا اینترنت ما کشش داشته باشه. امین اسدالله پور رو داریم در واتساپ. خوبی امین جان؟ یه ذره بلندتر اگر بتونی صحبت کنی که خیلی خوب میشه. امین جان از بیرمنگام بودی؟ امین رو داری از بیرمنگام انگلیستان. امین جان، حالا نمیدونم برنامه رو تا این لحظه دیدی یا نه. سوالی که از همه مطرح شده اینه که تا این لحظه چقدر از عملکرد باشگاه در پیش‌فصل راضی هستید؟ خودت هم میدونم خبر رو دنبال میکنی، نظرت رو بگو، میشنویم، گوش میکنیم. ببخشید، من اول برگردیم به فصل پیش و فصل دوم که متاسفانه باید بگم یکی از ضعیف‌ترین دوران خودش رو داماش سپری کرد. تیم نتوان نتیجه خیلی بدی گرفت، هم داخل خونه هم خارج از خونه، در مسائل هم در هر لحاظ فنی ما خیلی موفق‌تر بودیم و این میگم مسئله اصلی این نتایج رو متاسفانه با خود آقای نظر محمدی هستش که بدون تعارف میتونیم به مسئول اصلی خودشون بودن و شکست‌های پرگل مخصوصا تو بازی‌های خانگی و برای هواداری که واقعا جونشون برای این تیم می‌ذاشتن واقعا دردناک بود. من در خدمتم. بگو نظر خودتو بگو که در مورد این شرایط چی فکر می‌کنید؟ شرایط ببینید، ما متاسفانه در پیش‌فصل همیشه می‌بینیم که این با چی میگم به صورت محلی تیم می‌خواد تیم‌داری بشه، یعنی فرد خاصی دیگه نیستش، مدیریت خاصی نیستش. به این شکل ما اگه جلو بریم واقعا تیم در سرشوبی سقوط می‌بینیم. یعنی در 2 فصل پیش هم به همین شکل بود و الان هم به همین شکل داریم ادامه می‌دیم. حالا ماهان که قبل از تو روی خط بود معتقد بودش که ما 2 فصل پیش با شانس موندیم و امسال ممکنه که خوش شانس نباشیم. تو هم همین فکر رو می‌کنی؟ یعنی 2 فصل پیش بازیکنایی جمع کردیم که برای ما نیم فصل امتیاز جمع کردیم که بعد نیم فصل دوم باز ما استرسی داشتیم که تیم داره میفته. ما نیم فصل پیش امتیازهای خیلی خوبی هم در خونه هم در خارج از خونه گرفتیم، یعنی شاید برد نگرفتیم، اما برای ما آرزو بود که خارج از خونه که بتونیم امتیاز بگیریم که نیم فصل اول پر از امتیازهای زیادی گرفتیم که همون باعث شد ما باعث شد که تیم بمونه. اما الان متاسفانه نمی‌بینیم که سرمربی انتخاب شده، سرمربی خود از هماهنگر هست.
یعنی تو با انتخاب علی نظر محمدی مخالفی؟ 100%. حالا آقای نظر محمدی شاید بیاد بگه من فقط پیش گفته اگه قرار مدیریت مالک تیم برای صعود تیم ببنده من هستم. آقای نظر محمدی الان که مالک تیم با هماهنگر اومده که من این تومن گذاشتم برای هر تیم بمونیم، حالا با جوانان اونجا. شما خب الان چی نظری دارید؟ چرا برای فصل پیش این صحبتایی کرده بودید که آقا من میام برای صعود، الان چرا نمیگید که آقا من برای صعود نمیتونم ببندم؟ متاسفانه سرمربی ما نمیتونه از چیزی بیان کنه که رو حرف خودش وایسه. همین فقط میتونم. خب تو این شرایط فکر میکنی که سرنوشت داماش در این فصل چی میشه؟ خب ما با یه مقدار بریم جلوتر علیرضا جان، ببینیم آیا بازیکنایی که دست میشن اون انگیزه لازم برای بازی کردن دارن، آیا واقعا میتونن برای امتیاز جمع کنن یا فقط اومدن برای پر کردن یک فصل و یه مبلغ درآمدی برای خودش و برای خانواده خودش. آیا واقعا اون انگیزه لازم برای بازیکن خیلی مهمه، نه که فقط بازیکنای امیدی جمع بشن، جوانی جمع بشن و بازیکنای کار افتاده که دیگه به درد ما نخورن میگن در کنار امیدها و ما هوادارا همش بزنیم تو سر خودمون بگیم آقا چه بازی بود، چه تاکتیکی بود، چه بدون برنامه تیم داره بازی میکنه. اگه قراره به همین شکل مثل فصل پیش جلو بریم واقعا ما سقوط می‌کنیم. واقعا ما یکی از واقعیت‌های فوتبال ما هست. ما نه پول داریم نه سرمایه بازیکنی داریم، هیچی نداریم. با این شکل 100% ما سقوط می‌کنیم. پس تو فکر میکنی که مثل ماهان ما اگر با همین فرمون پیش بریم سرنوشتمون سقوطه؟ 100% به همین شکل. ما لحاظ فنی که سرمربی ما تصمیماتی نمیگیره که سردرگم نباشه، تحلیلی نمیکنه که بتونه که تیمو به رو به جلو ببره. لحاظ فنی تو کادر فنی شما نگاه کنید از پسر خودش استفاده کرده. چون فوتبال داماش نباید به این شکل باشه که بتونه خانواده رو داخل تیمی بیاری که سابقه طولانی در هواداری و در فوتبال داشته. شما داری از کادی استفاده می‌کنید متأسفانه یک نتایج ضعیف دوران خودش گرفته. یعنی معتقدی که انتخاب پسرشون فنی نبوده در واقع؟ 100% فنی نبوده. من از کسایی که پرسیدم آقای نظر محمدی 100% دریافتی خودش بابت قرارداد خودش دریافت کرده. حالا پسر خودشون من نمیدونم، اما واقعا پسر خودشون نمیتونن به عنوان یک مربی کنار پدر خودشون بمونن. من نمیدونم که حسابی نه کارنامه مربیگری داشته جز اینکه پسر سرمربی توحید شعور فوتبالی همه ماست. داماد جای آزمون خطای خانوادگی نیستش که این تیم یه باشگاه مردمیه، هزاران هوادار عاشق داره، نه ملک شخصی افراد. خب ممنونم ازت. اگر حالا هر صحبت دیگه هم هست که میشنوین، در غیر این صورت که بریم سراغ دوست بعدی. علیرضا جان حالا شما نزدیکترین به سرمربی، حالا که سرمربی انتخاب شده، حالا ما نقدی که داریم می‌کنیم از لحاظ دوستانه است، از لحاظ اینکه عاشق این تیم هستیم. دوست داریم این نقد ما موثر باشه که بدونه که سرمربی که این تیم عاشق زیاد داره، طرفدار واقعی داره، نه که طرفداری که میاد که فقط داد و بعد میره 10 سالگی میاد هر یه بازی می‌بینه و میره. ما می‌خوایم بازیکنی انتخاب بشه برای این تیم بجنگه. نمیگه آقا سرشو بزنه، از خودش از خانواده خودش بزنه برای این تیم. ما می‌خوایم با انگیزه بازی کنیم، بازیکنی که بازی در بیاره، نه که لحاظ تاکتیکی به مشکل بخوره بازیکنی بیاره بعد نتونه از اون بازیکن استفاده بکنه بگه این بازیکن به درد من نمی‌خوره. ما در این فصل دوم چنین بازیکنایی دیدیم از سرمربی وارد تیم شدن و بازی نکردن. امیدوارم بازیکنی وارد تیم بشه که بازی بکنه، بازی در بیاره، نه بازیکنی که فقط بیاد و بره. این شایبه ایجاد می‌کنه که بازیکن برای چی اومده، پس حتما این مسئله این پشت آوردن این بازیکنه. نذاریم پیش هوادار این شایبه ایجاد بشه. ممنونم ازت امین جان از بیرمنگام انگلیستان. امیدواریم که هر چه زودتر توی رشت ببینیمت. من قبل از اینکه تماس بعدی خودم رو برقرار کنم جا داره این رو بگم که دوستانی که میان و تو این برنامه نظر میدن نظر شخصی خودشونه. هر کسی میتونه جدا از توهین با حالا هر لحنی که خودش دوست داره در این برنامه بیاد نظر خودش رو بده. دیدگاه تمام دوستانی که میان تو این برنامه صحبت کردن و قراره که صحبت کنن دیدگاه‌های شخصی خودشونه. ما سعی کردیم که این فضا رو آماده کنیم که به هر حال تمام داماشیا بتونن بیان و تو این برنامه شرکت بکنن. ممنون از ستا عزیزی که تا این لحظه شرکت کردن تو این برنامه. سعی میکنم که سالار حقی پرست رو بیارم توی برنامه. لیدر خوب
و دوست داشتنی سکوی تیفوسیا که سالهاست در جامعه هواداری داماش مشغول به کاره و حتما بارها تا الان توی استادیوم حتما دیدینش یا صداش رو شنیدین. حالا قرار بود که بیاد در حال حاضر که داره جواب نمیده. خب جواب تماس برقرار شد. سالار جان روی خط برنامه هستی. سلام میکنم بهت. سالار از رشت، لیدر خوب و عزیز داماشیا و سکوی تیفوسیا. سالار جان صدات رو دوستان در حال شنیدن از کانال یوتیوب وارش اسپورت هستن. صدات رو میشنون. سلام مخلصیم. عرض ادب خدمت شما و هواداری عزیز. سالار جان موضوع برنامه ما در این خصوص بود که تا این لحظه چقدر از عملکرد باشگاه داماش در پیش‌فصل راضی هستید؟ مارتیا کارگر، امین اسدالله پور، ماهان ابراهیمی تا این لحظه اومدن نظرات خودشون رو گفتن. بیشتر این بچه‌ها حالا مارتیا معتقد بودش که با علی نظر محمدی وضعیت خیلی خوبی خواهیم داشت. 2 نفر دیگه فکر می‌کردن که حالا مخصوصا امین فکر می‌کرد که شرایط خوبی نداریم، فکر می‌کرد که سقوط می‌کنیم. ماهان هم همینطور فکر می‌کرد. نظر تو چیه؟ فکر می‌کنی که با شرایطی که تا این لحظه داشتیم اوضاعمون چطور پیش میره؟ شرایط پیش‌فصل که تقریبا میشه گفت چیز خاصی داره نداشت. غیر از یک تمرین حالا مربی و یک بازیکن چیز خاصی نداشتیم و یک برداشت احساسی، یک برداشت تخصصی و فوتبالی. ما وقتی می‌خوایم احساسی نگاه کنیم وقتی ما الان آسیا هم اما اگه می‌خوایم فوتبالی به قضیه نگاه کنیم ما عملا هیچی نداریم. تنها نکته امیدوار کننده اینه که چند تا باشگاه دیگه هم مثل ما به خاطر شرایط حالا کشور و شرایط جنگی و این مسائل شرایط خوبی ندارن، وگرنه اگر در شرایط عادی بود قطعا ما جزو گزینه‌های صعود بودیم. و اینکه حالا احساسی نظر حالا میان کلامت من اینو بگم، ماهان که باش تماس گرفته بودیم معتقد بود که ما 2 فصل پیش خوش شانس بودیم، امسال ممکن خوش شانس نباشیم، ولی تو با تایید این حرف میگی که امسال هم خوش شانسیم. امسال میگم مگر اینکه باز یک ماه آینده خیلی مهم بود. ببینید که تیم‌های دیگه الان 5 تا تیم مثال شهرداری نوشهر و چند تیم دیگه شرایط جالبی ندارن. مگر اینکه مثل پارسال ما به وایسیم که تیم‌های از ما ضعیف‌تر، نه اینکه ما خوب باشیم، تیم‌های ضعیف‌تر از ما باشن که باعث بشه ما بمونیم، وگرنه ما نتایجمون رو یه دونه بالا پایین کنیم در فصل گذشته متوجه میشیم که ما حقیقتش بیشتر تیم‌های دیگه افتادن تا اینکه ما حفظ شدیم. و امسال هم حالا ما کار کردیم خیلی چیزا دیگه تکراری شده. حقیقت ما سال‌ها این صحبت‌ها رو کردیم، الان به این جایی رسیدیم که شرایط فعلی هست و به نظر من نکته اول مالکیت تیمه. در مورد مالکیت تیم حالا ما این سری اخبار شنیدیم، نمیدونم چقدر صحت داره، ولی در هر صورت نگران کننده است در مورد وضعیت حالا مالکیت آقای یوسف جان. ولی به نظر من واقعا هم با توجه به شرایط کشور حالا سرمایه‌دار کلان که نیستن یا مثلا کارگزار نیستن یا مثلا سرمایه تیم‌های باشگاه استفان و تراسر اطلاعات توریسم کنن، واقعا هم ترسناکه که شما بیایید سرمایه‌گذاری کنی امکان داره هر لحظه یک اتفاقی بیفته و کنسل بشه یا عرب بیاره هر اتفاقی که اینطور هم شد دیگه. در واقع همین الانش هم لیگ با تأخیر شروع شده. آره اگه شما فکر کنید برای شروع شما حداقل بازیکن‌ها 5 تا 10% سری سری مقدمات داره، شما باید حداقل واسه استارت یک مبلغ رو بذاری، بعد یک دفعه مثلا لیگ کنسل بشه. شاید واسه مثل فولاد خوزستان یا سپاهان چیز خاصی نباشه، ولی واسه ما خیلی متفاوت داستان. و به نظر من با در نظر گرفتن همه جوانب آقای یوسف نژاد الان باید یه 2-4 با خودش بکنه. آیا میتونه وارد بشه؟ اینکه ما وارد بشیم دست خالی یا به این امید که میتونیم در آینده اسپانسر بیاریم و این چیزا خب بارها اینا رو دیدیم. یه خورده دیر نیست برای این صحبت‌های نظرت؟ یعنی میگم دیر نیست بابت چنین صحبت‌هایی، این که الان تازه حالا مالک آیا پول داره نداره؟ دیر که والا حقیقتش با توجه به شرایط کشور که کلا مردم ما تا همین 2 سال پیش اصلا در یک بود دیگه بودیم در کلا یه مقدار حال برای جدا شد و الان که خلاص یک مقدار شرایط به ظاهر استیبل تر هست، به ظاهر به نظر من الان هم حدود یک ماه بیش از یک ماه به شروع لیگ خود ما الان به 2 روز به شروع لیگ هم استارت دادیم، حالا دیگه یک ماه که دیگه رسیدیم هم اتفاقا به نظر خوبه. به نظر من واقعا اگر اون توانایی وجود نداره
و با توجه به اینکه به نظر من امکان وجود خریدار جدید نداریم، هم با توجه به شرایط کشور، هم با توجه به داستان مالکیتی سریالی ما که همچنین 2 تا شد 3 تا 3 تا شد 4 تا، به نظر من خیلی بعیده که کسی بیاد. اگر آقای نژاد واقعا شرایطش نره، به نظر من تنها چیزی که میتونه تو این شرایط باشه واگذار کردن تیم به هیئت فوتبال برای جهان باشه که حداقل تیم بتونه سرپا وایسته تا مالک جدید بیاد. ولی اگر نه مثلا ما خودشون هم باز خودشون یک حساب کتابی کردن، اگه توانایی شرکت دارن یک سری نکات رو در نظر بگیرن. اولین چیز اینه که باشگاه ما یک مقدار شکل باشگاه داشته باشه، حالا از لحاظ سخت افزار نه ولی از لحاظ نفرات چارت سازمانی بیشتر منظورته. اصلا چارت نمیگم به صورت حرفه‌ای و کامل و کامل، ما اصلا دیگه در حد شاد در حد دسترسی هم نیستیم. اصلا من همه اصلا کیه تو باشگاه ما چه کاره کلا هیچ، یعنی هیچ فاصله نمیدونی تعریف کنیم این آقا این کار مثلا یک کسایی هستن که الان معلومه چی کارن، یک کسایی که با یک سمت‌های مهم در باشگاه اصلا تعریف نشده در باشگاه ما. حداقل با این کار می‌کنم حداقل 2 سه نفر باید اضافه بشه که باشگاه ما شکل و شمایلی داشته باشه که واقعا ما مشکل می‌خوریم، تو من واردش بشیم به مشکل می‌خوریم با این شرایط. این که نگاه از این نظر محمدی پیگیری داره می‌کنه خیلی چیز خوبیه، اما باید این رو در نظر بگیریم آیا من میتونم به عنوان مسئول فنی یک تیم تمام کارا رو دنبال کنم؟ آیا شدنیه؟ این که من سالا دوست دارم همه کارا رو خودم، یعنی میگه که نفرات یاد باشن که این دوندگی‌ها رو اونا انجام بدن. آره یک سری کارا انجام بشه. این که میاد مربی پیگیری خیلی هم خوبه، ولی ما باید نفر دیگه هم داشته باشیم. این یک مسئله است. دو بحث کادر فنی ما از مالکیتی بگذاریم. بله. به نظر من قطعاً باید تنظیف بشه. الان ما شروع کردیم مثلا حالا به بازیکن گرفتن شاید شروع یه بازیکن اومده. بله. ولی صحبت شده. خب الان این کادر مشخص هست که مثلا داره مثلا من شنیدم با تعداد بازیکن صحبت شده. الان ما در سال گذشته این مشکل داشتیم. میومدیم به حکومت میگفتیم آقای بازیکن پیشکسوتی تیم این بازیکن و این چند تا بازیکن شما تایید می‌کنید؟ میگه مثلا در جریان نبودم. سرمربی گرفته. مالک گرفته. خب اصلا ماهیت حضور یک کمکی که هیچ تأثیری در بازیکن گرفتن نداره هیچ چیز مهمه دیگه. هیچ مدلی نظر کمک‌ها مهمه. الان به نظر من با کار مشخص بشه و 100% کار نسبت به فصل گذشته تقویت بشه. ما چیزی که مشخصه ما در فصل گذشته ضعف داشتیم، از تعارفات بگذاریم و اون نمیدونم فلان و دوست اون آشنای اون پیشکسوته، اصلا نمیخوام روی کس خاصی زوم بکنم. در مجموع کادر فنی ما به عنوان یک تیم دستی یکی نیاز به تقویت میشه. حداقل من نمیگم حالا قطعا مربی خوب هزینه میخواد، نمیدونم اسکان میخواد اینا، ولی حداقل میتونیم با همین داشته هم تقویت کنیم. و سه، به بازیکن‌ها که برسیم، به نظر من نیاد یزدانی خیلی کار قشنگ می‌کرد. اومد نفر اول بدون در نظر گرفتن حالا مالی امضا کرد و از فصل گذشته می‌کرد بهترین بازیکن، ولی این رو باید در نظر داشته باشه شرایط باشه این. الان ما هفته سوم چهارم برسیم، نگاه کن نمیگم آقای ایکس آقای نیاد یزدانی و صاحباتون دنبال مطالبات خودتون نباشید، ولی ما فصل پیش یک شرایط دیگه داشتیم، بازیکن اومد اصلا با یک شرایط دیگه با یک دیدگاه دیگه وارد این باشگاه شد. بعد اومد دید نه اصلا ما ببخشید حالا جنگل در هیچ چیز از جای خودش نیست. من اول فصل بهش گفتم شما چرا بازیکن‌ها رو می‌برید دیگه شما رو اونجا مذاکره می‌کنید؟ ما می‌خوایم اینجا ببریم که بگم عجب باشگاهی، مثلا دفتر باشگاه کنار دریا اینجا می‌ذارن فلان ویلاسازیه، مثلا وجه خوبی داشته باشه. این کار شما به عنوان یک بنگاهی شاید کار درستی باشه. تا مشتری میاری یک خلاصه چی میگم آب و تایی به داستان میدی و اون رو مجاب میکنی واسه خرید، اون میره دنبال کار زندگی خوش. تو این بازیکنی داره میاد که یک سال قرار تو این شهر حداقل زندگی کنه، 9 ماه باید تو این شهر زندگی کنه. شما نمیتونید باید دیدگاه دیگه بیاری بازیکن رو بگو یک جایی مثلا گل داری میزنی دیگه. من حالا یادمه حتی اوایل در تایید صحبتت اوایل فصل که بودیم تو یکی از این بازی‌ها به انتهای بازی به بازیکن‌های حالا اون نیم فصل گفته بودی که اگر نمیتونید واقعا نمونید. همین نگاه کن بومیایی که ما که شرایط باید بدونن این وقتی تو این بودن و تو شب شما بازیکن رو وقتی میاری بازیکن که
با مثلا قدرت 70-80 بیارن ولی اون بازیکن از هفته دوم سوم حتی 20% توان خودش هم نداره کمان که باز داشتیم در فصول گذشته. بله اصلا بازیکن بهتریه ولی چون تیمکاش اصلا که با یک تیم دیگه وارد یک شهرهای باشگاه شد اصلا نداشت خودشو نه تنها خودشو نداشت اون حاشیه که ایجاد کرد که اصلا انتظار چه چیزی نش باعث شد به تیم هم در بخوره. آقا بیا 4 تا بازیکن نمیان بازیکن ضعیف حالا با کیفیت پایین‌تر بیاد ولی مشخص کن روز اول مشخص کن آن شرایط باشگاه اینه بریم الان بهش بگیم که نه با شرایط درست میشه ما این کارا. خب بعد با اون بازیکن حالا میشه موند؟ به نظر من ما با توجه به امتیاز بزرگی که داریم هوادار و پتانسیل بومی که داریم به نظر من میشه موند. مثلا یه مثال میزنم مثلا بومی هم نه بازیکن فصل گذشته خالی رفسنجانی یک دفاعی بود که خوب بود و شما مطمئن باش با توجه به سنش اگه بهش بازی بیشتر میرسید دفاع قابل اتکایی هم این بازیکن فکر کنم اگه اشتباه نکنم 440 قراردادش بود ولی ما بازیکنی آوردیم 1 میلیارد 400 چند تا 3 تا بازی هم واسه ما نکرد. البته همین رفسنجانی که مثال زدی که نیم فصل هم جدا شد دیگه حالا سر جریانات مالی یعنی پول همون هم انگار داده نشد یه جورایی مثلا با توجه به پرداختی که داشته و با توجه به اینکه میتونستن یک مبلغ جزئی بهش پرداخت بشه که این بازیکن مجبور بشه بمونه یا برای رفتن رضایتنامه بگیره از باشگاه اون پرداخت نشد به خاطر نبود نفرات مفید در باشگاه اون بازیکن خیلی راحت با خودش جدا شد نه به باشگاه چیزی رسید نه تو از خودش استفاده کنه. صحبت من اینه که میشه. ممنونم از سالار جان. حالا یه ذره طولانی شد حالا نوبت به بقیه هم برسه اگه جنبندی کنی ممنون میشم. جنبندی در کل به نظر من اولین چیزی که مهمه اولین بحث باز مالکیت یه مقدار مشخص بشه دوم کادر فنی این دو تا چیزایی که در اولویت و چون اینا مشخص بشه چیزای بعدی هم به روی چی میگن روال میفته. ممنونم ازت. ممنون از سالار لیدر خوب جامعه هواداری داماش گیلان. من سعی میکنم آرمان غریبی نیا از همکاران رسانه‌ای خوبمون رو هم روی خط بیارم که صدای آرمان رو هم بشنویم باهاش صحبت کنیم. البته بچهای دیگه هم هستن که سعی میکنم خیلی سریعتر همه رو روی خط بیاریم. حالا امیدوارم آرمان تلفنش رو جواب بده که صدای آرمان رو هم بشنویم. البته میدونم آرمان الان آنلاین هست داره کامنت میذاره. آرمان جان سلام. کامنتاتو توی یوتیوب داشتیم میدیدیم اگر از تلفن گوش بدی ممنون میشم. موضوع برنامه هم که قطعا میدونی میشنویم صداتو. سلام میگم خدمت شما آقای مؤید احمدی و تمام کسانی که طرفدار و دغدغه‌مند داماش هستن. والا سوال که عمل کرد من خیلی فکر کردم مثلا اما عملکردی نداشتیم که بخوایم در موردش حالا نظر همون در مورد عملکرد نداشته میتونی صحبت کنی. یعنی در واقع اینجوری بگیم فکر میکنی که باید چه عمل کردی تا این لحظه میداشتیم؟ ببین ما واقعا جای تأسف داره که تیم ما تو آستانه فصل جدید ما هنوز درگیر یه مسئله ابتدایی مثل جذب بازیکن و آمادگی پیش فصل هستیم. ببین نبود منابع مالی به نظر من یه بهانه‌ایه که هر سال داره تکرار میشه ولی در کنارش یه سوالی که ما باید بکنیم اینه که چه مدیریتی در این شرایط داشتیم. همه ما میدونیم در فوتبال ایران حق پشه‌دروزنی داده نمیشه شرایط خاص خودشو داره مملکت ما مثل تورم حالا و مسائل دیگه که حالا نمیخوام بکنم یه تحریما هست این مسائل مالی اینا سخت تیمداری کردن ولی همون میشه با یک مدیریتی انجام داد. حالا ما اینکه چرا همیشه دقیقه 90 میخوایم تیم ببندیم این مسئله باعث میشه ببینیم ما زمان طلایی از دست میدیم برای هماهنگی تمرینات تاکتیکی نمی‌کنیم و موضوع مناسب و بازی دوستانه و این مسائل ما قرار باشه هر فصل بخوایم بیایم با این وضعیت شروع کنیم دیگه نباید انتظار داشته باشیم که تو طول فصل معجزه‌ای رخ بده. حالا صدای ماهان رو من صحبتاشو گوش میکردم میگفت که ما شانس داشتیم. من کاملا میگم ما این دو سال شانس آورد. حالا شاید خیلی ها بگن آقای نظر من حالا سالار معتقد بود که امسال هم ممکن خوش شانس باشیم. نظر تو چیه؟
که سالار جان نام بردن و که اینکه هنوز وضعیتی مثل ما داره، امسال امکان داره شانس به اونا باشه. خب فکر می‌کنی چی میشه با این شرایط؟ حالا با این شرایط بخوام پیش بریم، فکر می‌کنی رتبه‌مون چطوری میشه؟ این فوتبال نیاز به برنامه‌ریزی مدیریت داره، ولی در ادامه همون مسئله‌ای که به شما گفتم، ما اگه بخوایم بمونیم و جذب بازیکن بذاریم روز آخر تمرینات نذاریم و بخوایم در سطح محلی بخوایم برگزار بکنیم، یه پیش‌برد جای آزمون و خطا نیست. ما باید بگیریم هماهنگ بشیم که برای این جنگ طولانی فصل پیش بریم. و یه مسئله هم که ببین الان ما میتونیم یک عمر هواداری و سن شناسنامه‌ای از ما گذشته ببینیم. خیلی راحت من اینو بگم به شما، فوتبال حرفه‌ای الان دیگه فقط عشق و تعصب نیست و پول و مدیریت میخواد. چه رتبه‌ای با این شرایطی که من می‌بینم و همین الان به این شرایطی که هست و چند تا تیمی که مثل ما هستن و به من نظر شخصی خودم میگم، حالا نظر ما خیلی دوست داریم. پیروز هم پیج باشگاه یه خبر کار کرد و شهر صنعتی پگاه اون سالی که سقوط کردیم داماش رویایی ما، به من خیلی احترام قائلم برای نظر محمدی، ولی با شرایطی که ما الان داریم با این شکل پیش‌فرض و دانش آقای نظر محمدی، من امسال بی شک میگم که ما یکی از کاندیداهای سقوط هستیم، بدون شک به شما میگم. یکم بیام راحت‌ترم بخوام بگم، ما اگر بخوایم الان بازیکن خوبم بگیریم، من احساس میکنم آقای نظر محمدی نیاز هست که دو تا از دوستان صمیمیشون که خودشون هم میدونن کنارشون باشن به عنوان کمک، به نظر من خیلی میتونه موثر باشه، تا اینکه ایشون خودش بخواد یک تنه به همراه پسرشون که حالا خیلی جالبه برای پیشرفت بخوان یک تنه برن تو این جنگ. یعنی فکر میکنی که بیشتر حالا نظرت اینه که مشکل از آقای نظر محمدی یا کادرش بیشتر یا هر دو؟ نه ببین، ما اومدیم بحث ما گسترده شد، ما چند مسئله رو صحبت کردیم. یکی مسئله مالک که مدیریت درستی نداشته، با این شرایط مالی بخواد چیز کنه، بازیکن نگرفتن که طبیعتا نظر محمدی مقصر نیست. حالا اومدیم گفتیم اگر این شرایط هم بخواد حل بشه، آقای نظر محمدی نیاز هست که نفری کنار خودش نگه داره. حالا مسائل دیگه هست، مثلا مسائل مدیریتی باشگاه و ارکان باشگاه که سالار جان آقای عبیدپرست صحبت کردن. من تو این خصوص احساس میکنم اگر ما این بازیکنم شروع بکنیم به گرفتن، من آقای کادر فنی ما نیاز به تقویت به مشکل میخوریم، چون دیدیم در فصل که یک جایی واقعا دیگه تصمیمات آقای نظر محمدی به بس کنه، واقعا نتونست اون لحظه تحلیل کنه. احساس میکنم اگر در کنار ایشون هم نفراتی ما داشته باشیم تا به عنوان کمک، میتونه کمک زیادی بکنه برای ممنونم ازت آرمان جان. ازت جنبندی کنی ممنون میشم که برسیم به بقیه دوستان. جنبندی امیدواریم که آقای مالک فعلا از این ما این گم شدنه رو فقط در یک جا سراغ بشیم که اونم که آقای رادیوس و پروژه بودن که بعد اومدن یک چیز طلایی آوردن، یک داستان طلایی آورد. امیدوارم ایشون هم که از این حضور ندارن یک دفعه آشکار بشن و یک برنامه طلایی رو بیارن و شروع بکنن. گم که نیستن، پیدا میشن، حالا هر از گاهی دوباره ناپیدا میشن، انگار یه جورایی اینطوری شده. منظور در واقع حضور پررنگ‌تره، حالا نه گم شدن واقعی. آره کلامشو گم کردم، ممنون که آره کمک کردی. رو میتونن بیان و با همین شرایط هم میشه تیم داری کرد، اینکه شما بخوای با دست خالی پیش بری میشه با یه سری تبلیغات و سرمایه گذاری تیم‌های پایینشون. شما تو صحبتاتون نام بردید یه سری از بچه‌ها که پیشنهاد دارن، شما میتونی با سرمایه
گذاری تو تیم‌های عمومی همون بازیکن‌ها رو برای خودت استفاده کنی و یا با فروششون، نقل و انتقالشون شما درآمدی کسب بکنی. راه‌های زیادی هست که در همین ورزشی پول ما شما بتونی کسب درآمد رو حداقلی بکنی که در کنار بودجه‌ای که خودشون میارن بتونی فصل رو پیش ببری. ممنونم ازت آرمان جان. صدای آرمان غریبی‌نیا رو شنیدیم از رشت. خداحافظی می‌کنیم از آرمان و سعی می‌کنیم با دوست بعدی تماس بگیریم. حالا تماس‌ها یه خورده طولانی و کشدار شدن. خواهش می‌کنم دوستانی که روی خط میان یه خورده رعایت کنن که بتونیم مباحث رو سریعتر ببندیم. سید علی هاشمی قرار بود روی خط بیاد، من ببینم که فقط میتونم باهاش تماس بگیرم یا نه. میدونم علی هم مشغول بود، اگه علی رو نتونستیم اون یکی علی رهبر و پوریا هم هستن، اونام که قرار روی خط بیان. سلام میکنم به سید علی هاشمی. علی جان روی خط هستی؟ در خصوص موضوع برنامه‌مون این که تا این لحظه به نظرت چقدر باشگاه داماش تونسته در پیش‌فصل موفق عمل بکنه، چقدر رضایت داشتی در مورد عملکرد باشگاه در شروع فصل؟ به نظرت عملکردشون در زمینه جذب بازیکن، حالا فنی یا هر زمینه دیگه چطور بوده؟ یه ذره فقط بلندترم اگر بتونی صحبت کنی خب خیلی خوب، چون صدایی که توی گزارش داری رو دلمون براش تنگ شده واقعا. نظر خیلی از دوستان البته همین بود. خب حالا بیشتر میتونی اینطوری بگی که چیکار باید می‌کردیم، یعنی انتظار به عنوان هوادار انتظار داشتی که باید چیکار می‌کردیم؟ ببینید یکی که حالا من نمیدونم توی ماجرای حالا حالا اطلاع داریم، نمیدونم توی جریان نفت منچستر ما باشگاه چقدر فعالیتی داشته نداشته، مثلا پرونده پناهبان خدای حل شده، حالا ما ببینیم حل نشده، ولی فکر کنم اون آخرین نسخه رأیی که ما دیدیم حداقل اون موضوع فی‌الحال برای ما حل شده. دومی که حداقل این که انتظار داشتیم با توجه به اینکه من به شخص خود بارها گفتم، میگم من حداقل انتظار داشتم که با کادر فنی بهتری ما امسال رو شروع می‌کردیم، با توجه به اینکه یادبوده را آزمودن خصوصا کنم و شاید خیلی از هوادارا این موضوع رو دوست نداشتن، ولی من به شخص ترجیح میدادم با یه کادر فنی با تجربه‌تر. حالا دیگه فصل پیش هوادارا دیدن دیگه ما عملکرد اون چطور بود، چطور با اما اگرها موندیم و تقریبا می‌تونیم بگیم بقیه تیم‌ها ما رو نگه داشتن، نه اینکه خودمون بمونیم دقیق عین فصل قبل. ولی خب متاسفانه دیدگاه چیز دیگه است، هر کسی میتونه نظر خودش داشته باشه. دومین موضوعی که فکر کنم فقط ما تونستیم این فصل با میاد یزدانی فکر کنم تحلیل کنیم تا آخرین چیزی که حالا بخاطر مشغله کاری هم زیاد حتی با خودتون رسمی رسمی میاد اعلام شده. آره فکر کنم قرار 11 تا میاد بچینیم زمین بازی کنیم. خیلی عملکرد کندی، شاید بخوام توی یک کلمه بگم عملکرد کندیه. ما با توجه به اینکه هر سال چوب این کند عمل کردن خوردیم، حالا بارسا که شروع اومدیم کادر فنی دیگری بود و با بازیکن‌های پرطرفدارا و اسمای خاصی اومد مطرح شد، اما تو ادامه دیدیم حالا با توجه به اینکه اسما خیلی بزرگ بود اما نتایج آنچنان چشمی نبود، با اونکه حالا ما این فصل اول دغدغه سقوط و حضور تو پایین نیمه پایین جدول در با اون که نداشتیم، ولی خب نتایج شایانی نبود. عملکرد دو تا کادر فنی قبل علیرضا محمدی هم چیز چشمی نبود، با اونکه حالا من ترجیح میدادم پارت 2 کادر فنی ما فصل پیش بمونه، با توجه به اینکه حالا نیروی جوانی بود و کمتر کارنامه سرمربیگری داشت، ولی من به شخص دوست داشتم باش. حالا گذشته رو بذاریم کنار، امسال هم انگار ما با این سیف نشاده رو برای ممنون واقعا ما اینو تشکر کنیم که فصل قبل اومدن و تا یه جهاتی واقعا وضعیت باشگاه بهبود پیدا کرد، ولی الان حالا با توجه به اینکه اتفاق ولی هم براشون افتاد حالا نمیشه توجیه کرد این موضوع رو. واقعا من نمیبینم کاری بخوام بکنم که مثلا الان کلا یه آقای نظر محمدی اومده رأس کار، حالا اصلا من مخالفت من نه، این آقا باید الان یه تیمی داشته باشه، یه بازیکن داشته باشه. ما ماشاءالله از ناخن پا تا موی سر نیاز بازیکن داریم، یعنی نه در آزمان داریم. فصل پیش خب سعید ابراهیم‌پور اتفاق براش افتاد، نمیدونم دستش اوکی هست بیاد گل بگیره وایسه. از دفاعی ما که
بشیم، ولی خب به هر حال میتونستیم یه سری بازیکن‌ها رو حفظ کنیم. میلاد البته داخل پرانتز بگم میلاد هنوز قراردادش با جایی قطعی نشده ولی خب احتمال رفتنش به هر حال خیلی زیاده. آره دو تا باشگاه منم شنیدم، حالا چند جای آره 5-6 جای درخواست دادن. آره این دوتا اسمش هست ولی هنوز نمیدونم حالا تموم شده یا نشده نمیدونم. حالا شما که میگید نشده خب نشده دیگه. ولی به هر حال ما مثلا یه سری بازیکن‌ها رو حفظ می‌کردیم مثل حالا واقعا اتفاقی که الان افتاد داره میاد یزدانی، من به شخص خوشحالم میاد چند تا بازی واقعا یه تنه بازی کرد وسط زمین. ولی تنها چیزی که میشه گفت امیدوار باشیم مثل فصول گذشته، یا بگیم مثلا اگر الان دیگه بتونیم اسمش امیدواری بزنیم، مثلا بگیم ما سر خودمون شیره بزنیم، شاید سنجا بعدی مثلا زد و دری به دیواری خورد و سنگ از اون افتاد و مثلا ما یه تیم خوبی بستیم که آخر فصل مثلا نیاد با التماس و دعا بریم کادر فنی این مربی رو بریم. خب حالا علی من سوالی که از بیشتر بچه‌ها پرسیدم اینه که با این شرایط اگر همینجوری شرایط پیش بره فکر می‌کنی که ما جایگاهمون چندمه توی جدول؟ ببین اگر همین شرایط بشه اصلا نیازی نیست ما می‌خوایم چیزی رو پیش بینی کنیم. اگر تیم‌های دیگه مثل فصل قبل برامون بازی کنن حالا شاید زد و مثلا ما از سوی ما قبل آخر اون سه تا تیم مثلا میافتن ما اون چهارمیش باشیم نیفتیم. ولی من کلا خب آدم بعد می‌جنگم یادم تو اینو می‌دونی. ولی از دید من بخوای من میگم مثلا با این رویه‌ای که الان دیگه مش نشانه خبره دیگه ما استارت بسم الله ما دیگه کامل داره نشون میده چیه. و من به شخص قطع سقوط رو میدونم، یعنی اگرم نظر من بخوام خیلی از هواداران میپسندم من خیلی ترجیح میدادم اگه قرار باز هم مثل فصول حداقل دو فصل اخیر بریم جلو من انحلال رو خیلی ترجیح میدادم، یعنی ما تا زمانی که داخل استان حمایت نشیم عملا هیچ فایده‌ای نداره. من بارها فکر کنم با خود صحبت کردم ما چند تا کارخونه گردن کلوف توی استان گیلان داریم. خیلی راحت میشه اسپورت، نادری، کارخونه قطعات اعزام، بالا توی شهر صنعتی بشه از این کلی پیدا میشن، فولاد گیلان و زغال و حالا کارخونه که زیادن بله. آره این همه اسم چرا مثلا هیچ وقت یه همیتی وجود نداره مثلا ما یکی بیاد مثلا تیمو برداره برای خودش. ما دور زمین حالا زیاد هم اسم نبریم همینم میشه مثل سریای قبل گرفتاری بریم دور زمین تمام بازی دیگه مثلا تبلیغات جای مختلف حالا هست، جای مختلف مثلا مخصوصا شرکت‌های گیلانی داریم. خب این همه کارخونه چای شما مثلا همین شیخ زاید رد کنی بری به سمت لنگرود یه سری کارخونه چای می‌بینی، یه سری شرکت‌های می‌بینی که از تمام جهان تا ماشینای گذر موقت و نمیدونم عراقی و از هر جایی جلوش واسه داره خرید می‌کنه. پس ما استانی داریم که پتانسیل داره. تا زمانی که من به شخصه میگم تا زمانی که نیومدن رأس کار زیادم معرفی کردم تا باقی بچه‌ها آره جنبندی کنی ممنون میشم. آره تا زمانی که نیام رأس کار، تا زمانی که ما قرار هر سال بریم منت فلان سرمایه‌دار رو بکشیم که اونم بنده خدا حالا یه حجمی سرمایه داره که چنل کارش هم بخواد بده ما. تا زمانی که می‌خوایم اینجوری علی اصغری طور و حاجی بازاری طور بریم جلو این داماش بشون نیست. امروز نه این فصل نه فصل بعدی ما دوباره به انحلال و سقوط و همه این مسائل خواهیم. ممنونم از سید علی هاشمی گزارشگر خوب داماشی، ممنونم که با ما بودید. قربانت. بریم پوریا رو بگیریم و در پایان ببینیم که میتونیم با علی رهبر هم صحبت کنیم یا نه، که برنامه رو کم کم ببندیم. خیلی هم طولانی شد. حالا قسمت اول برنامه بود، در خصوص فرمت برنامه داریم آزمون و خطا میکنیم ببینیم که حالا بهترین فرمت براش چی میشه، ولی حالا به نظرم خیلی هم بد نبود. حالا پیش بریم با هم ببینیم که در قسمت‌های آینده چی میشه. حالا ببینیم پوریا فعلا بیاد. پوریا بالازاده عزیز، عکاس خوب داماشی و وارش اسپورتی که میدونم تا الان هم سر کار بوده، گفته بود که اگه برنامه طول کشید من میتونم بیام روی خط. پوریا جان سلام، صدا تو همه دارن میشنون. سلام خدمت همه کسایی که دارن صدای منو میشنون و بچه‌ای که وارش اسپورت رو دنبال میکنن. واقعیتش من همین فقط فکر کنم 30 ثانیه آخر صدای هاشمی شنیدم. به موضوع برنامه رو که میدونی، موضوع برنامه در مورد اینه که در خصوص عملکرد باشگاه تا قبل از اینکه فصل شروع بشه تا این لحظه، حالا در خصوص جذب سرمربی، جذب بازیکن، شروع تمرینات، هر چیزی که هست، نظرت چیه؟ چی فکر می‌کنی؟ خوب بوده، بد بوده، چطور بوده؟ باشگاه رو که اصلا عملکرد نداشته، اصلا ما تحقیق کنیم حالا خوب بوده یا بد. واکنش‌های
فکر کنم تو چهارمین یا پنجمین نفری هستی که این حرفو زدی. من واقعیتش اصلا برنامه رو ندیدم چون تا آره میگم، ولی چهارمین یا پنجمین نفری هستی که فکر کنم این حرفو زدی. اصلا بخواد و موضوعی هم که هست، مهمترین کاری که با یک مالک حالا تو تیم فوتبالی یا مالک یه شرکتی، مغازه یا هر چی، اولین کاری که باید بکنی باید چارت‌های در واقع تیمتو مشخص بکنی. تیم فقط کسایی که مربی و آنالیزور و مربی و بازیکن نیستن. ما الان تقریبا من یادم نمیاد آخرین مدیر عاملمون کی بود. فکر کنم آقای شاد در واقع آخرین مدیر عامل داش بوده باشه یا آقای آقازاده شاید. حالا داشتیم به افراد بودن. نه خب اسمی دیگه، یعنی بله. در اینکه اون چارت خالی باشه تو قرعه کشی شرکت بکنه. البته قرعه کشی هم فکر کنم مدیر باشگاه مثلا شرکت میکنه. در حال نظر من اینه که اول بیاد اصلا تکلیفشون رو مشخص کنه. تو این روزا و تو این سالها خیلی شنیده ما میخوایم اعلام بکنیم برنامه بلند مدت کوتاه مدت اصلا بیایم ببینیم ها اصلا برنامه کوتاه مدت یا بلند مدت اصلا چی هست این و چه کاری باید کرد. ما کوچکترین دفاعی از حقمون توی موضوعاتی که مطرح شده این 2-3 ماه اخیر از طریق باشگاه انجام نشده. من خودت شاهدی، ما و حتی سر بازی ها ما چقدر به اینا میگفتیم. نه من شاهد نیستم، اینجا خیلی بی‌طرف هستم نشستم دارم صدای شما رو، من شاهد هیچ چیزی نیستم. خب شما کار بکنید، رسانه‌ای بکنید. قطعاً در واقع باشگاه از لحاظ رسانه‌ای تجربهش بسیار پایینه و این میتونه خیلی ضربه مهلکی واقعا توی رسانه بزنه به ما. نه اینکه کار رسانه‌ایشون خوب نباشه، یعنی کار رسانه‌ایشون رو درست انجام میدن، عکسشون و فیلمشون رو به نظر من در حد توانشون و خودم تو بیشتر در خصوص روابط عمومی فکر می‌کنم منظورت باشه. اصلا بحث روابط عمومی جای خود، این که اصلا ما اصلا مدیر عامل نداریم. مثلا من در واقع ما انتظار میره که چرا دیگه الان اون یکی آقای یوسف نژاد مدیر عاملن دیگه، برادرای یکیشون مالکن یکیشون مدیر عاملن. مدیر عامل اسمی که دیگه بگم مدیر عامل که بیاد در واقع بشینه کارو دست بگیره بره جلو. ما هر مصاحبه می‌کنیم از مالک می‌کنیم. من بعید می‌دونم تو کشورهای دیگه مالک که کل ایران داستانش فرق می‌کنه. ما اصلا تو یه سیاره دیگه زندگی می‌کنیم. مثلا ما مثلا همه جا در واقع مثلا 7 ساعت خاموشیه، اینجا مثلا 14 ساعت خاموشیه. سیاره ما یکم متفاوته نسبت به سیاره‌ای که مردم‌های دیگه زندگی می‌کنن. در حال به نظر من کلاً مدیریت باشگاه یکم شفافتر، روشن‌تر، یکم درست‌تر، یکم در واقع حرفه‌ای‌تر باید بره جلو. پس تو میگی که در کل بخوام جمع‌بندی کنیم صحبتی تو اینه که ما مشکل مدیریتی داشتیم که تا این لحظه اونطوری که باید پیش نرفتیم، جمع‌بندی نکردیم. قاعدتاً همینه دیگه. یعنی یا اگه هم مشکل مدیریتی نداشتیم، مدیریت نیومده در واقع. ما به عنوان یک هوادار انتظار داریم و باشگاه وظیفه‌شه که بیاد از کارهای مثبت و منفی، حالا مثبتش منفیشو کار ندارم، مثبتی که انجام داده هر چند ماه یه بار بیاد توضیح بده آقا ما این کار کردیم، ما این کار کردیم، ما این کار کردیم. هر کاری ما تو واقعا نمیتونی مثلا یه دونه مثلا بازیکن بیای معرفی کنی، یه دونه مربی انتخاب کنی معرفی کنی، مثلا ما یه بار بیاد یه دونه پست بذاری. خب این نمیشه که. ما از مدیریت باشگاه و کل اون سیستم باشگاه انتظار داریم که پاسخگو هم باشه دیگه. یعنی فقط لای 1 دقیقه 2 دقیقه به نظر من منطقی نیست. اوکی دستشون در نکنه ولی باید بیان بگن چه کار داریم میکنیم. یعنی تو معتقدی که یک سری کارا ممکنه در حال انجام الان باشه ولی اطلاع رسانی درست نکردن. خدا اگه خبر داشته باشم چی، ولی واقعا اگه داره انجام میشه یه اطلاع بدن آقا ما داریم مثلا با بازیکن‌ها صحبت میکنیم، ما
شفافتر بیشتر گفته بشه. یعنی صحبتت اینه که ممکنه که واقعا یک سری کارا انجام شده باشه و اونقدر عقب نباشیم. آره حالا وقتی خبر ندارم میرم همینجوری اعتقاد میکنم چرا خبر نمیکنم، ممکن دارم واقعا دارم کار میکنم. انتظار میری که حتما در موقع بیان بکنن. اینم به هر حال نقطه نظر خاص و جالب و متفاوتی بود که سایر دوستان مطرح نکرده بودن. از این دید واقعا کسی حالا قضیه رو باز نکرده بود. پوریا جان جنبندی اگر بکنیم ممنون میشم که علی رهبر هم اگر شد بیاریم سر خط که دیگه برنامه رو ببندیم. واقعا حرف خاصی ندارم. امیدوارم تمرین دیگه از یک شنبه شروع بشه. تمرین شروع بشه حالا بیشتر میتونم خبر بدم. هیچ خبری در اتفاق نمیفته. ممنونم از پوریا بالازاده، عکاس خوب داماشی و وارش اسپورتی، همکار خوبمون در وارش اسپورت. من بتونم علی رهبر رو هم بالا بیارم، امیدوارم برنامه رو دیده باشه. میتونم بچه‌ها امروز نمیدونم خیلی مشغول بودن. علی رهبر اگر بتونه سر خط بیاد خیلی خوبه، نمیدونم برنامه رو دیده یا نه. اگر بتونه که یک جنبندی هم داشته باشه، چون اینجا با هم می‌نشستیم و همیشه صحبت می‌کردیم، خیلی خوب میشه. فکر می‌کنم جنبندی خیلی خوبی بتونه علی رهبر از صحبت‌هایی که شد داشته باشه. حالا امیدوارم به خاطر آهنگ پیشوازی هم که داره کپی رایت نخوره توی یوتیوبمون. سلام بر علی رهبر عزیز. درود خدایان مشون. خوبی علی جان، چطوری؟ عالی جفت. آقا جای تو اینجا خالی نگه داشتیم که به زودی در اینجا قرار بگیری. اینجا علی جان نمیدونم صحبت‌ها، چون میدونم که مشغول بودی، سر کار بودی. وسط کاری. خب از صحبت‌ها رو احتمالاً نشنیدیم. پس نقطه نظرهای خودت رو در خصوص حالا آماده سازی‌های پیش فصل بگو دیگه. حالا جذب سرمربی، کادر فنی، بازیکن، شروع تمرینات یا هر چیز دیگه. هر چی دوست داری بگو که برنامه رو با خودت ببندیم. بله یه لحظه. واقعا رفته اونجا پشت دخل داره. من چون میدونستم که مشغول هستی به خاطر همین دیر باهات تماس گرفتم که بیای برنامه رو جنبندی کنی برامون. نقطه نظرها بفرما. آقا اول چیز ما الان لیگ 1 یا لیگ 2 بگیم. لیگ 1. خب بعد خب حالا که تمرینی هم شروع نشده، بعد اساس چیزی هم که دور و بر شنیده میشه گویا حالا میخوان با هم اسکلت فصل گذشته با یه سریاشون حالا تمدید بکنن. حالا که اولین تمدیدی اونم که برادر نیازی یزدانی بود. ولی ببین با توجه به نتایجی که فصل گذشته گرفتیم، حالا چه اون تیم عجیب غریبی که نیم فصل اول بسته شد و اصلا نمیتونستیم برد بیاریم تو خونه، بعد نیم فصل دوم هم که دقیقاً یادآور فصل قبلمون میشد و ما اصلا تو خارج از خونه هر کی گفتنش تو خونه هم به زور و بلا بعضی بازی‌ها می‌بردیم و یا مساوی می‌کردیم. یعنی خب این روال یارگیری بخواد باشه، این روال تیمداری باشه، من حقیقتاً دیگه امسال ما شهرداری آسا رو نداره یا تیم‌های داوود آخوندی هم نداره. من باید بگم با این وضعیت تو سقوط میشه. اکثر بچه‌ها حالا نظر تو رو داشتن، فکر می‌کردن که امسال ما کاندیدای اصلی سقوط هستیم اگر با همین شرایط بخوایم پیش بریم. 2 سال میلیمتری رد شدیم عزیز من، با حالا شانس و هوادار و اینجور چیزا. حالا هنوزم که یه پرونده باز اینا برای ما گذاشتن، حرف ما به نظرم اهمیتی نداره. ولی میگم این روالش نیست. مثلا فکر نکنن که مثلا این روال برای داماش اوکیه، ما همینجوری با سلام و صلوات و من تو رو قربان تو من رو قربان بیا تیم نگه داریم، به جایی نمیرسه عزیز من. به حال اینقدر سال با پول بازیکنان رو میدی بدهی انباش میشه. باید یه تصمیم درست گرفته شه. میدونن همه میدونیم وضعیت اقتصادی کشور چجوری، خیلی ها نمیتونن به حال توی فوتبال بیان سرمایه گذاری کنن و یا، ولی دیگه میگم باید یه نفر مناسب پیدا بشه. الان که مثلا از مالکای تیم خبری نیست، حتی ولی میگم مشخص نیست کجا هستن. خیلی وضعیت از اون چیزی که فکر می‌کنیم حالا عجیب‌تر و نامعلوم‌تره. ولی میگم با این روال بخوایم ادامه پیدا کنیم، حالا من زیاد به نظر محمدی ایراد نمیگیره، حالا بازم دمت گرم اگه اومده جلو، ولی باید روال یارگیریش و روال حالا آماده سازی اینا رو تغییر بده. به این شکلی که ما تو فصول اخیر دیدیم که به جایی نمیرسه، مطمئنم که قطعا جزو کاندیدای سقوط میشه. باشه، ممنونم از علی رهبر، خیلی سریع و شفاف و صدای بلند نقطه نظراتش رو مطرح کرد. اگر حالا جنبندی هم داری که میشنوی، اگه نه که باید خداحافظی کنه. جنبندی که امیدوارم به خودشون بیان، کم کم نفرات
ما دیگه همش دارن چهمونده ها یا حالا بازیکن‌های مثلا ناشناس و این چیزا رو جمع کن. دیگه خودت هم میدونی سالهای قبل یه خورده نحوه یارگیری چطوری بود. ما اصلا یه سری بازیکن‌ها رو می‌آوردن، یه کسایی می‌آوردن که اصلا ما اونا رو نمی‌شناختیم، بازیکن رو نمی‌شناختیم، اصلا معلوم نیست کجا بود کجا نبود. این روال نتیجه گیری نداره عزیز من. باید روال درست تیمداری رو در پی بگیرن. حالا فلان بازیکن رو این معرفی کرد و معرفی کرد، این داستانا دیگه نباشه. باید بذاریم کنار. باید یه تیم خوب در حد نام داماش بسته بشه. غیر از این هیچ هواداری رو راضی نمی‌کنه. ما برای بقا توی لیگ یک برای ما راضی کننده نیست. اینو تو گوششون فرو کنن. ممنونم از علی رهبر که از پشت دخل با ما بود. ممنونم ازت. خداحافظ. ان شاءالله در پیربند به عنوان میزبان میام. حتما، خیلی عالی. علی رهبر رو داشتیم. حالا برای امشب همین بچه‌ها رو برنامه‌ریزی کرده بودیم. نمیدونم با این فرمت برنامه چجوری بودید، خوشتون اومد بهمون بگید. اگه خوشتونم نیومد باز همینجا کامنت بذارید بگید با این فرمت نظرتون چی بود. دیدگاه‌های مختلف رو، نقطه نظرات مختلف رو شنیدیم. شما هم اگر دوست داشتید که در برنامه هفته آینده، برای موضوع هفته آینده تو این برنامه باشید، حتما اسمتون، نام خانوادگیتون، شهر محل سکونتتون و شماره تلفنتون رو توی تلگرام به آیدی وارش ادمین ارسال کنید، @وارش ادمین ارسال کنید. ما خودمون برنامه ریزی میکنیم قبل از برنامه و با شما تماس میگیریم. اگر هم که خارج از کشور هستید که از طریق واتساپ یا تلگرام میتونیم باهاتون تماس صوتی بگیریم. برنامه‌ای بود که حالا برگزار کردیم به صورت آزمایشی. کیفیت صدا دیدم کامنت گذاشتید که کیفیت اونجوری که باید باشه نبود. من خودم که طبیعتا هنوز گوش ندادم، برنامه رو لایو رو ذخیره میکنم، حتما خودم هم گوش میدم. سعی میکنیم که حالا برای قسمت‌های بعدی ببینیم که میتونیم صدا رو یه جوری مستقیم لپتاپ بس کنیم که کیفیت صدا بالاتر بره یا نه. ممنونم که تو این 1 ساعت خورده‌ای با ما بودید و نقطه نظراتتون رو برامون کامنت کنید که حتما اونا رو در برنامه‌های آینده لحاظ کنیم. موج لاجوردی برنامه‌ای بود از هواداران داماش برای هوادارهای داماش. بدرود.